شما بفرمایید که این چه رنگیه؟ بسیار سوال خوبی بود، ممنونم. راجع به رنگ عرض کنم که هر رنگی زیبایی خودشو داره. ما امروزه هر جایی که نگاه میکنیم یه رنگی میبینیم. درسته، رنگ همین رو بگید ممنون میشم. بله همین رو میخوام عرض کنم. ما با چالش‌های بسیاری در رابطه با این رنگ روبرو هستیم و این در دوره‌های مختلف هم مشهود بوده. ببینید شما اسم این رنگ رو بگید. همین رو میگم، اینکه چه رنگیه، فرکانس و تون این رنگ، موارد مشابه، همشون اینجا موجود. موقعش که برسه احساس نیاز آقا این چه رنگی؟ هر چیزی راجع به این رنگ رو افشا میکنم. این وظیفه من در مقابل ملت. اصلا دلیل اینکه من شرکت کردم همین بوده. ببینید ما رنگ این رو تو مجلس ثابت کردیم، در انتخابات دوره قبل ثابت کردیم، تو بحبوحه جنگ ایران و عراق نامه زدیم به رئیس مجلس وقت اتلتیکو مادرید و این رنگ رو گوشزد کردیم. خیلی ممنونم از بینندگان عزیزی که ما رو همراهی کردن. شما سوال میپرسید اجازه نمیدید جواب بدیم. نه ببینید آقای، مشکل انحصار در سهم بازار به دلیل عرضه و تقاضای همین رنگه. اگر اینجوری که نمیشه اصلا چرا دعوت کردیم؟ باشه دوباره میپرسم.